به نام جان جانان، به نام حضرت حق، نزن بعدی به من 1 دقیقه فرصت بده. میخوام 1 دقیقه طلایی زندگی تو برات بسازم. میخوام پرده برداری کنم از یک رازی که بارها و بارها کسایی که من رو میشناسن، مخصوصا همکارام، ازم سوال کردن آقای جم چی شد از ته بدبختی مالی به اینجا که الان هستی رسیدی؟ حالا وقتشه براتون بگم. من ناصر جم، 43 ساله، صادره از تهران، بچه ته خیابونهای تهران، خیابونهای حومه قهر و آشتی که برای زنده موندن باید 12 ساعت کار میکردیم که فقط بتونیم شکممون رو سیر کنیم. جایی که پارک قیطریه شده بود ویلای من، محل زندگی من، جایی که 5:30 صبح بایستی به خاطر نظافت پارک از خواب پا می شدم تا اون مأمور عزیز شهرداری که داره اونجا رو نظافت میکنه من رو خیس نکنه و کلی داستانهای دیگه که اگه دلتون بخواد کامنت بذارید حتما براتون میگم. اما امروز من ناصر جم، کد 851، یک آدم بسیار خوشحال، یک آدم بسیار ثروتمند، یک آدم بسیار شاد هستم، چون تونستم بفهمم برای شروع موفقیت من باید خدامو بشناسم و شاکر اون خدایی که من رو آفریده باشم. از اونجا زندگی من شروع شد. من شدم کد 851، کسی که توی 8 قاره و میلیاردها آدم توی این جهان هستی و در این کره خاکی یه دونه است، اونم فقط منم.